سلام دوستان. به یکی دیگه از آموزش‌های آذر دانش خوش آمدین. آشپزی. اه، خب دوستان، من اینجا شما دارین میبینین که سس ورمیشل رو دارم میریزم روی کالواس. من قبلش یه سس ورمیشل درست کردم که خیلی راحته دیگه. الان همتون میدونین 2 قاشق آرد و شیر و کره، نمک و فلفل میذاریم یه مقدار غلیظ بشه. گذاشتم اینو کنار و بعدش نون لواش و یه مقدار سس گوجه ریختم روش و کالواس یا حالا هر چی شما میتونین جایگزینش کنین گذاشتم و یه مقدار سس ورمیشلم رو ریختم و پنیر پیتزامو ریختم روش و آره پودر آویشنم یه مقدار روش ریختم. حالا این لقمه رو من میبندمش. دوستان هر چیزی که دوست داشته باشین میتونین توش اضافه کنین. من هر موقع پسرم هوس پیتزا میکنه توی خونه یه وقت تایم نداشته باشم، وقت نداشته باشم، خودم براش توی خونه همین لقمه سالم رو آماده میکنم. حالا میتونین شما مرغ بریزین، میتونین گوشت بریزین، هر چی که خودتون در دسترس دارین میتونین داخلش بریزین و این لقمه خیلی بچه‌ها خوششون میاد. هم میتونین اینو توی روغن سرخش کنین، هم میتونین چربش کنین، بذارین توی مایکروفر یه 10 دقیقه 20 دقیقه تا جایی که پنیر پیتزاتون آب بشه میتونین بذارین توی مایکروفر یا توستر. گرم میشه و نونش برشته میشه، خیلی خوشمزه میشه دوستان، حتما امتحان کنین. خیلی هم سالمه، خودتون آماده کردین و میتونین میل کنین. نگاه کنین لقمه‌مو آماده کردم، دونه دونه همینجوری آماده میکنم و میذارم کنار. دوستان ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید و لایک کنید، حمایت هم کنین دوستان. خوشحالم میکنید که به دوستانتون معرفی کنید. در حال میدونید من این کانال تازه زدم و یه جورایی تازه کارم، خیلی به حمایت همتون نیاز دارم و خیلی چیزا رو هنوز بلد نیستم. بعضی موقع خنده نکنین برای کارهایی که میکنم یا حرفای اشتباهی که میزنم. خلاصه به حمایتتون خیلی نیاز دارم، حتی به کمکتون.